سلام عرض میکنم خانم ها آقایان، خیلی ارادت دارم خدمت شما. آرتین پسر کوچولوی 3.5 ساله که وقتی من عکساشو دیدم غم دنیا به دلم نشست. در اثر غفلت و ندانمکاری یک مهندس ساختمان، یک کارفرما، پیمانکار و شهرداری در شرق تهران، گودبرداری غیر اصولی، فاجعه و کشته شدن یک بچه معصوم و شکستن ستون یک خانواده و فلج شدن مادرش. سپید بانو مادر آرتین قطع نخاع میشه و آرتین هم که الان زیر خروارها خاک مدفونه. من با خانواده داغ دیده تلفنی صحبت کردم. انقدر صداشون بغض‌آلود و نگاهشون اشکباران بود که طاقت من را هم برید. فقط دقایقی به تسلیت گذشت. واویلا به ما مهندسین عمران که بخشی از ماها شرف فروشی میکنیم در قالب برگه های مهندسی نظارت که امضا میکنیم بدون اینکه پروژمون رو ببینیم رد میکنیم و سنار سشای پول میگیریم. پولی که به خون مردم آلوده است چجوری از گلومون پایین میره. من شنیدم که مهندس ناظر این پروژه به قید وثیقه آزاد، پیمانکار آزاد، کارفرما آزاد. تازه کارفرما گفته پول دارم دیه‌شونو میدم. شرم باد بر آدمی که خدا قبل از این که بهش ظرفیت بده پول داده، که جان آدم ها رو با پول مقایسه میکنه. پول دارم دیه‌شون رو میدم. شهرداری هم که این وسط بالاخره ککش نمیگه، از شهرداری هم پول داره دیگه. چه کسی آرتین 3 ساله رو برخواهد گرداند؟ یا بانو سپیده که الان قطع نخاع هست، با داغ فرزند در بیمارستان باید درد قطع نخاع را هم تحمل بکنه. من با خانواده‌شون صحبت کردم، از شما خواهش کردن که دعا کنید. گفتم 5 شنبه ها ختم امن یجیب میگیریم. بیننده هایی که مؤمنن معتقدن دعا کنن که بخشی از آرامش به دامن این خانواده بازگرده. خیلی چیزا راجع به این خانواده هست که حالا نمیگم، بذارید دعا بکنیم انشالله که سلامتی به سپید بانو برگرده. از اینجا به بعد ویدیوی من رو خواهش میکنم تنها نگاه کنید. دلیل داره. آقا ما وقتی جوون بودیم روم به دیوار از اینجا بعد میخوام حرفایی بزنم که خب تنها ببینی بهتره دیگه، تنها ببین. ما وقتی جوون بودیم تو خونمون نه این که فقط پامونو دراز نکنیم جلو بابامون. میخوام حرف مهمتر بهت بزنم. به خاطر شرم درونی خانواده های ایرانی رومون نمیشد بگیم دوست پسر دوست دختر. رومون نمیشد بگیم که فلانی از فلانی شماره گرفت که دوست دخترش بشه دوست پسرش بشه. عمو رو پدر خانواده میدونستیم، عمه رو مادر خانواده میدونستیم، خاله رو هم همینطور. پسر عموها دختر عموها کنار هم دور یه سفره میشستن، خواهر برادرای هم دیگه بودن. اصلا خانواده هامون یه استحکام فرهنگی داشت که آدم لذت میبرد. با هم درد دل میکردیم، حرفای از جنس بلور میزدیم تو خونه مادر بزرگامون. تو این دور و زمونه الهی قربونت برم، اگه به کسی بگی که این کارو بکن اون کارو نکن، خب جوون نمیپذیره، میگه آقا من خودم تشخیص میدم. من الان بهتون بگم که این تلویزیونو ببینین اون تلویزیونو نبینین، میگین رشید پور حسودیش میشه، اون تلویزیون پرطرفداره داره حسودی میکنه. یا خانواده ها الحمدلله هم دانششون از من بیشتره، هم فرهنگشون از من بیشتره، هم شعورشون. فقط مثل که کسی نیست که بهشون رک بگه که چی دارن نگاه میکنن. من بهتون رک میگم. آقا یک خانواده ایرانی رو در نظر بگیرید، یه اسم ایرانی هم بگید، مثلا آرش کمانگیر، دور از جون همه آرش ها. آقا آرش عموش با مامانش ارتباط جنسی داره. 25 سال پیش آرش زایده این ارتباط جنسی نامشروعه. بعد 25 سال آرش میفهمه که عموش باباشه. حالا باباش اصلا کجاست نمیدونی. خود آرش چون دپ میزنه میره 20 تا دختر رو باردار میکنه.
یه دختر رو هم به کشتن میده لای آهن پاره ها. بعد تازه بحث زیبای سقط جنین پیش میاد که حالا بچه دار شده، بچه رو بریم بندازیم. من تا 18-19 سالگی هیچ تصوری از سقط جنین هم حتی نداشتم که الان بچه 7-8 ساله مثلا در کنار خانواده داره تماشا میکنه که نمیدونم دختر اسمش چیه؟ تو نگاه میکنی؟ نمیدونه اون دختره قراره رو سقط جنین کنه. یا بابای آرش یه دوست دختر 21-22 ساله داره، تازه پسر عموی آرش مخ همین نامادری آرش رو میزنه و تازه نامادری آرش از پسر عموی آرش باردار هم میشه و خانواده به هم میریزه و بعد اون دختره افسرده میشه، میره خودشو میکشه. بعد بابای آرش میره با یه نفر دیگه ازدواج میکنه، خیلی شیک و شیرین. یا آرش هفتی رو بر میداره میره هر کسی که به ناموسش نگاه چپ کرده بود یه تیر حرومش میکنه، درجا میکشتش. دیگه اینجا پلیس چی کار است، قاضی چی کار است، قانون چی کار است مشخص نیست. یعنی ما هفتی رو برداریم هر کسی که نگاه چپ به ما کرده بود رو بکشیم. یا خانم ها آقایان، من که نمیگم که بیایم خیلی بسته باشیم، خیلی نذاریم که آب از آب تکون بخوره، نه الان دنیای ارتباطات، فرهنگ عوض شده فلان بیسار. اما والله بالله وقتی ویدیو اومده بود فیلم هندی می آوردن نگاه کنیم، دختر و پسر نقش اول فیلم به هم نزدیک می شدن، فاصله شون از 10 سانت کمتر می شد، پدرمون سریع کنترل رو بر می داشت فست فوروارد می کرد که می گفت صحنه داره بچه نبینی. الان آقا دور میز شام 20 نفر نشستن، یه 8 بچه اینجوری چارچشمی دارن تلویزیون نگاه میکنن، پسر و دختر 10 دقیقه لبای همدیگه رو میکنن، بعد هیچکی اصلا ککش هم نمیگزه. یعنی این سریال خیلی سریال خوبیه ها. این ببینیم ایزل چیکار خیلی نازه، انقدر این سریال رو من دوست دارم. خانم ها آقایون، ترکیه شما رو گول نزنه. این بار دوم ترکیه خوبه برای خودش. اتفاقاً بیشرمی هایی که در سریال های ترکیه وجود داره، خدا شاید شما که از من بهتر میدونید در هالیوود وجود نداره. این روابط کثیف اخلاقی که در سریال های ترکیه هست داد مردم خود ترکیه رو در آورده. بعد من و شما میشینیم راحت ریلکس، بعد اون آقایون هم در دبی تجارت گنشون، تجارت داروهای لاغریشون رو میکنن، ما هم تو خانواده‌مون بچه 7 ساله‌مون میشینه لب گرفتن و دختر و پسر تماشا میکنه. من نمیگم نگاه بکنید یا نگاه نکنید، اما کجایند کسایی که داد کوروش کبیر، داد فرهنگ ایرانی؟ آقا من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کردان آشنا کرد. این سریال ها رو کیا برای ما پخش میکنن؟ کیا سرمایه گذاشتن برای این سریال ها؟ چه پولایی دارن در میارن از این راه؟ در مورد این قضیه بیشتر با شما حرف خواهم زد. و یک نکته مکرر از من سوال شده که رابطه من با تلویزیون ایرانیان و شبکه جم چی بوده. راجع به این قضیه هم به زودی صحبت خواهم کرد. من نمیگم این سریال ها را ببینید یا نبینید، فقط تو رو خدا بیایید در کامنت ها بگید که آیا این سریال ها مخرب هستند؟ نه برای فقط دینمون، برای فرهنگمون آیا مخرب هستند یا نیستند؟ مخلصم.